این زمین را ارج از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان. اندیشه ها با تاجیکی، فارسی در این راهی راست. از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان. این زمین را ارج از عرش است. بیاموز هرچند بیتوانیا، مگر خویشتن شاد گردانیا. این زمین را ارج از عرش است. شنونده عزیز، شما خوانشی بدیعی را تحت عنوان داستان نازگل در پیشنهاد مؤلف جانبک اسراریان و کارگردان زبیدالله جان محمد میشنوید. داستان نازگل. یک قوزه گلم در لب ناوردانه. آغاز گفتار 33. شنونده ارجمند، آن خطی که حکیم فردوسی میگوید چی خطی است و چی بنیاد دارد؟ در یک نوشته پیشین به گفته حکیم فردوسی اشاره کرده بودم. آن آوان مرا یاد آمد، خاری که قرینتر به بادلاخ‌ها در پادشاه‌های میرویی در دهاتش پخ مینامیدند. گیاهی بود که از 5-6 سانتیمتر بلندتر نبودی و خاری داشت سبز سرخگونه و با نوک زردوش و خیلی تیز. در حال ترک بودن به پایها میخلید و درد جانکاهی داشت. در حالت پختن و بهره یافتن چرم را نیز سوراخ میکرد و همه آن را پخ مینامیدند. در لغت‌ها و فرهنگنامه‌ها نیز تقریباً به همین مضمون معنی داد میشود. نوک‌تیز خیلی سخت یا نیزمانند که به آن نامه مینویسند. از روی نقل سالخوردگان یک وسیله قلمکشان همین پخ بود. بنده چیز دیگر را یاد ندارم. آن آوان نوک دانه گوگرد را تیز میکردند و با کمک دوات قلم میزدند. منظورم آخر سالهای 60 و ابتدای سالهای 70 می باشد. شاید پخ بود، اما به خوبی در خاطرم نمانده است. هر یک بهانه میتواند موجب تخیلات افسانوی باشد. اصلا بهترین کشفیات با بهانه یا با علت با آدمیزاد دست میدهد. همچنین پیغ بنده را به دوره بچگی برد و یادم آمد پیواز یا پیواچه زنهای دهات. آنها یک نوع پیمان لفظی میبستند و 3 یا 4 نفر به یک خانه شیر می آوردند و چینکشان با چوبهای اندازه می شد که پیخ نام داشت. من در این باره در صحیفه‌های پیشینه گفتم. و پیخ از شاخچه های دو گوشه و تیز آماده می گردید که پس از چین کردن به نگس خانه خسته می شد. پیخ ها در صورت خطی میخی بودند. در بستگی با همین نقش و نگار گلدوزی ها را می توان با عنوان خط تصویری شامل دانست. شنونده ارجمند، شاید از موضوع اساسی اندکی دور شدن. برمیگردیم به مضمون و محتوای نظم ادبیات مردمی. در اعتراف هنری عالی و شیوه دست نارس بودن معشوق است که با دل سوخته شیون در می دهد. همزمان باید از آن درک می دهد که نمونه های دیگری نقش و نگار را مردم فهم می کردند. نومال سر و نقش و نگار بغداد از دست قلمکش ازل گویم داد. چون که می بینید اینجا هم واژه بغداد آمده است و هم
سخن اطراف قلم کشی می رود. یک ارتباط وابستگی دارد با بغداد. آن هنری که در مردمی هولبوک بود، آن را نمونهش را ریچارد فرای عالم نمایان امریکایی در شهر سامورای عراق دریافته بود. هنروران عادی با سلیقه و در دایره مضافت موجود از استعدادی ازلی برخوردار بودند. تصویرهای دوری یا کاساگل‌ها، تورناها، گل ستاره، انگاره و ده‌ها انواع دیگر در چادر و بردیواری و گلدوزی‌هاشان شهادت کاملی گفته‌های بالاست. چیخ تخیلات زیبا و بندوبست ماهرانه دارند. من روی تر نقش کشم در دیوار، روز به سلام او بیایم 100 بار. معشوق از جامه ها و شکل جامه چلیکی، بندک جامه چلیکی، رویمال میان و تاقی دوست داشتهش مثل در لبک بام ششتای علا بچه، در سر بچه تاقی نقشین پرچه تحسین میکند که از عنعنه های دلچسبی دیهاتن. ربایی دیگر به وصف زرگر در هوای سروده های کلاسیکی صدا میدهند، مثل زرگر بچه زهوش بیهوشم کرد، دستم بگرفت و حلقه بر گوشم کرد. گفتم که زی درد گوش فریاد کنم، لب را به لبم بماند و خاموشم کرد. آنچه بیشتر خوشم می آمد و می آید ارگشت های مردانه و رقص های بانوان کلابی است. با لباس های ویژه، پیرهن گلدوزی، کرته های کشاده آستین چکن خیلی زیبا بودند. و رقص آستین یک نمونه است که زنان سال دیده با نزاکت ادا می کردند. رقص بانوان جوان حرکت آهو و خرام طاووس را می ماند. کارشناسانی را می پرستند که رقص را گفتار بلکه بالاتر از کلام می دانند. و جایی که کلام کفایت نمی کند، رقص ارگشت برپا می شود. فیلسوفان رقص را جستجوی رهایی و نجات از فناپذیری دانستند. در سرود و ترانه عمل وصف می شود و ادامه سخن به رقص واگذار می گردد و بنده را ربایی حاجی حسین ختلانی به یاد می آید. هرگاه که آن نگار می سازد رقص، اشکم برهش قطار می سازد رقص. از شادی آن که بر چمن می آید، گل بر سر شاخسار می آید رقص. شنونده ارجمند، نمی توان در یک مطلب آید به همه شیوه و سبک هنرآرایی مردم مثال زد. واقعا دنیای بزرگ است مجموعی دانش، مشاهده، باور و تصورات ایشان که حیات و زندگی عنوانش کردند و آن هم زندگی چند نسل است. در انجام مطلب باید حیوان را شکست با بیت از باب دمره یا دوتار که ساز ناجی است با شیوه هنرمندان کلاه. ای جوره جان ایره دشت آمده ای، دوتار از زده چکاو که مست آمده ای، در تنه دوتارت کشم مرواری، یارت میگیرم دیگر چی پروا داری. در اینجا شنونده ارجمند من قصه را در باب دو بیتی ربایی ها و مقال و مثل های خلقی انجام میده. درویشانه. بخش دیگری که من میخوام در اطراف آن صحبت کنم این جشنواره هایی هستند که در زمان یا نمونه ضعیف مناسبت های و اندیشه مردم شدن یا به وسیله ایدئولوژی دوران تقریبا از میان میرفت. یکی از آنها با نام درویشانه که هم مهرگان و هم نوروز در ارتباط بودند از طرف مردم بار دیگر به همین شکل احیا گردیدند. با عنوان درویشانه تا سالهای 60 و 70 عصر 20 نوروز را در منطقه کلا جشن می گرفتند. در دهه عید با پیدا شدن سیاهگوش مراسم گلگردانی آغاز می شد. گلهای زرد و سیاهگوش را از تل و تپه های خواجه غلطان می چیدیم. نخست بچه ها که در میانشان من هم بودم رسم بابایی را با بیت های گلی سیاهگوشت هفرنگی خوراک کوک دلتنگی به هر حولی سر زده ادا می کردیم. در میان مصرع‌هایی بودند که تمنا و هدف اساسی را جلوه می داد، مثل
گلی سیاه‌گوش پیشگردان طبق پر کن و دست گردان. صاحبان خانه از مژده بهار شادیانه هرچی از بیسار داشتند برایمان ارمغان می‌دادند. منظور مراسم از تکودوی بابای دهقان بود که در شعر تأکید می‌شد. گل آوردیم از او پایان خبر کردیم بابای دهقان به تیغه لب گلگردان بهار نو مبارک بود. هرچند بیت‌ها را شنیده و ازبر کرده بودیم اما به ماهیتش کم می‌رسیدیم. برایمان خرسندی، شادی و دودو مهمتر می‌نمود. ما بچه‌ها یگان ساز موسیقی نداشتیم. فقط پساپیش می‌خواندیم و می‌دویدیم. از روی نقل شاهدان سالهای پیشتر مراسم عمومی با دایره، نی، دوتار و گاه غیجک آرا و زیب می‌یافت. در سالهای 60 و 70 عصر گذشته نیز گواهیم که سازهای موسیقی از این بیش نبود. گاه رباب نیز استفاده می‌شد ولی خیلی کم، زیرا مطربان کم بودند. به خیالم دلچسب برای مردم پذیرفتنی گلگردانی بچه‌ها بود. گویا بی‌حیاهوی و گلگردانی آنها نه نوروز می آمد و نه بهار. خانه‌داران ما را با خرسندی و دلگرمی با سخنان هیجان بخش ای در آوازتون بمبرم با این خبری خوشم هیده بهار گل را گرفته شمیده بوسیده به دیده و ابرو مالیده دعا می‌کردند که ماه نو و سال نو خوب و آسوده و ارزانی بیاید و به مژده رسان‌ها عمر دراز و خوشروی و تراوت بهار را نصیب بگرداند. از مناسبت صمیمی و سخنان تحریک انگیزشان به جل ما خر می‌خیست. گلگردان‌ها نصیبه و جمع کردهشان را غذا می‌پختند و بزم می‌آراستند. اصلاً در انبان‌ها تخم سنجید و توت خشک، گندم بریان و چلپک و آذوق جمع می‌شد. بزم شادی در دهه عید یا روز جشن آسمانکف تنتنه می‌یافت و از ترس سیاست زمان درویشانه نام نهاده بودند. از اصل بگیریم درویشانه علاقه به جشنواره نوروز نداشت یا به مهرگان. با گذشت سالها و تغییریابی سیاست و مذهب عید و مراسم و عرف و عادت به هم آمیزش یافتند. زیرا گاهی هم یکی کاسته موقع خود را از دست داده با نشان و علامتها رسم و آیین را پرتر می‌گرداند. چنانچه بیشتری علامت‌های عید اجدادی به عیدهای مسلمانی گذشته بود. درویشانه نیز به خاطر برگزاری، پایستن و سازگار آمدن و زنده ماندن این جشنواره نوروز و مهرگان بافته و ساخته تهیه می‌شد. در زبان شوروی به سیاستی که تلقینگر کمبغلی، درویشی و ترغیب اندیشه خلق مظلوم بود، درویشانه مناسب آمد. وگرنه علامت و پاره‌های 2 و یا 3 مراسم بود که یک شدند. چنان درویشانه غذای دست جمعانه بود که به خاطر درویشان و یتیم و بیچارگان در دهه عیدها آماده می‌کردند. چنان مردم شناسان آوردند سالدیدگان دی به هر در با کلمات صدقه را دی بلا به حق رسول خدا سر می‌زدند. هر خانواده از گندم و نخود و آرد حصه میداد که محصول عمومی خوراک میشد. در دیگ درویشان محصولات را میانداختند و مردم را به صدقه دعوت مینمودند. گاه آش صدقه با دستگیری مردمانی آسوده حال به معرکه کلان تبدیل می‌یافت. مراسم درویشانه و دیگ درویشان در هنگام زیاد شدن بیماری و یا قحطی نیز سامان می‌گردید. ولی شنونده ارجمند، در دهات ما درویشانه در بلندی خوشمنظره خوجغلطان یا میدان مدام سرسبز پادامن مزار حضرت مولوی جان برگزار می شد. یک قطار ستونهای آریتی نشانده تار می کشیدند. زنان و مردان با هنر خود و آذین و آرا دادن میدان حصه می گذاشتند و با تارها چادر و بردیواری می زدند. بچه ها به بازی های نوروزی مشغول می شدند. تا معرکه عمومی زنان دیوارها را سفید می کردند و گل می انداختند. انجام خانه را می شستند و می تکیدند و سروپای نو می پوشیدند. کسی که با نوروز آماده نمی شد این طعنی بد بود و باعث ملامتی همسایه ها می گردید. درباره نوروز زمان نو زیاد نوشتند که از تکرارش خودداری می کنیم. اکنون 100 سال به قفا می گردیم.
آیا نوروز که دایره مقابلان دارد در عهد امیران بخارا در منطقه های کوهستان جشن گرفته می شد؟ حالان که امارت بخارا دولت اسلامی بود. از روی معلومات تاریخ نگاران، سیاحان خارجی و وطنی در عصر 19 در امارت بخارا جشن باشکوه در شهر بخارا و در بخارای شرقی در شهرهای کولاب و بلجوان برگزار می شد. در کولاب تنتنه 2 هفته با نام سیل یا سیل نوروز ادامه می کرد و با شکوه ترینش در تماشا تپه سمت آفتاب برا می گذشت که در جنوب غربی شهر موقع داشت. روز سیل را بیگ در یکی از روزهای جمعه مقرر می کرد. خبر سیل به وسیله نامه های رسمی پهن و به املاکداران درباره آمادگی امر داده می شد. عملداران وظیفه‌دار بودند که مردم را به واسطه پیک‌ها آگاه نمایند. قاصدان و پیک‌ها دهه به دهه می گشتند و روزهای بازار بنا به مواد نورجانوف با این چنین مضمون خبر می دادند: های برادران، فلان روز سیل پادشاهی در کولاب می شود. خواهش هست که هر کسی که غیجکی باشه، تنبورچی باشه، دمرچی، بیدگو پهلوان باشه، کسی اسب داره، چاوانداز، مسخره باز باشه، به سیل پادشاهی بیاید. در مرکز جشنواره جای خاصه دکانها برای کاسبان، هنرمندان، شیرینی و شربت پزان و غذاسازان بنیاد می کردند. هر کدام جای میراثی داشت که از گذشتگانشان مانده بود. این طایفه ها نیز خبر می شدند. پیک آگاه می کرد: ای بزاز باشد، سوداگر باشد، کفش فروش باشد، قصاب باشد، با تماشاتبه برآمده دکان کنید. با سیل مردم قراتگین، درواز، افغانستان، مومن آباد، دشت جون، فرخار، سری خاصار و بلجوان و قوقند برای سبقت، سودا، تماشا و نمایش هنری خود می آمدند. در میانشان پهلوانان، سواران، هنرمندان، تاجران، سرایندگان، راویان، ارغشتیان، مسخره‌بازان، ساحران و چشمبندان و مطبخیان بیشتر بودند. آنها در خانه‌های اهل تبار و دوستان و کاروانسرای‌ها جای می‌گرفتند. عملداران و ثروتمندان که با اهل ریکا بودند چند خیمه و خیرگاه می‌زدند. راسته دکان‌ها با نظام عمل می‌کرد و ترتیب از طرف مسئولان نظارت می‌شد. راسته غذافروشان، شربتسازان، گلابکشان، حلواپزان، قلم‌پزان و محصولات از دکان‌های متاع فروشان و کاسبان جدا بود. یقین است که در روزهای جشن سودا به برور می‌گردید. گزوارهای استحصال بخارا و سمرقند، هوقند و حصار و مالهای صنعتی روسیه به فروش می‌رفتند. در سودای محصولات صنعتی مثل کراسین، فانوس، چراغ، پلته، قند و غیره یهودیان و ارمنی‌ها دست بیشتری داشتند. در معلومات‌ها از خصوص 3 خانوار ارمن در شهر کولاب معلومات موجود است. از روی مقررات سرایندگان، نوازنده‌ها، داربازان و چشمبندان، شیرینکاران، سرایندگان و ارغشتیان در همین رسته‌ها هنرنمایی می‌کردند. در میدان گوشتنگیری نینوازان، سرنینوازان و طبل نوازان در آغاز معرکه را شکوه می‌بخشیدند. گوشتنگیری میان تماشاتپه و تپه خواجه غایب می‌گذشت که با جمع شدن تماشابینان آمفی‌تئاتر را می‌ماند. مراسم گوشتنگیری از نوخطان و جوانان آغاز می‌شد. بعد پهلوانان میانه و سپس نامداران یا آنها را زوران یا پهلوانان کلان می‌گفتند به میدان می‌آمدند. برای پهلوانان نامدار طبق می‌ماندند. کسی طبق را می‌گرفت به میدان می‌برآمد. بزم 1 هفته شبانه هم اطراف گلخن با شرکت رقاصان و سرایندگان ادامه می‌کرد. توفه ها از گوسپند تا اسب و شتر و خلعت‌های خاصه برای پهلوانان کلان پیش بینی می‌شد. ترتیب و نظام را در شهر کولاب 400 سرباز بیک نظارت می‌کرد. قسمت آنها بیک را همراهی می‌کردند که در میانشان 20 نغمه‌چی، هنروران دربار از جمله 3 نوازنده طبل، 3 نقاره‌چی، 4 سرنای نواز، 7 ترم نواز، 3 تاس نواز فرق داشت. من در باب ترم نواز گفتم، این شیپوری بود که از روسیه آورده بودم. سبقت پایگاه پیاده و سواره جالب و دیدنی، ولی از همه نمایش باشکوه خاطرمان
معرکه گشتنگیری به شمار می رفت. مردم تا نوروز دیگر یا جشن حاصل در موسم تیر ماه که با نام مهرگان مشغول است از پهلوانان نوروز گذشته یاد می کردند. دوره را با عنوان پهلوان پیروز نام می بردند. نام قهرمان وردی زبان ها می شد. در برابر گشتین توجهی اساسی به مطربان و سرایندگان که بزم را آباد می کردند نیز بود. آنها سیل را زیب و زینت بخشیده از جانب تماشابینان، ثروتمندان، عملداران، هدیه و از طرف بیگ با خلعت و جلک خاصه سزاوار می شدند. زنان نیز به گروه ها، دختران، نوروسان و زنان خانواده‌دار موافق سال گروه تقسیم می شدند. لباس های ایدانه به بر کرده مویها را چلکاکل، دوچاله و سه‌چاله و پنجهک می کردند و به بزمگاه می آمدند. شغل اساسی دختران خایروی و رقص و سرود با دف و دایره بود. به قول مردم خایروی خاصیت خوب داشت و از دوران کهن با آن خاصیت های قدسی می دادند. چنان هر قدر خایروها بلندتر می برآمدند گویا نیروهای بد را از خود دور می نمودند. رقاصان، دفزنان و بیتخوانان از حساب زنان نیز بودند که بزم را نور و صفا می بخشیدند. طبق معلومات گردآورده دانشمند ما نورجانوف در آخری عصر 19 و ابتدای عصر 20 دسته کسبی رقاصان در بلجوان عمل میکرد. مؤسس آن زن سالدیده و چابک عادینمای پهمدرگی بود که در دهه کلتچنار زندگی میکرد. یعنی تولدش دهه پهمدره و جای زیستش کلتچنار بود. این گروه از 5 نفر عبارت بودند. عادینما و خواهرش که دایره زن بود او را دفاوی ماهر به شمار می بردند. در برابرشان 3 جوان زن گلباغی مراد، قمری خان و آیم خان ارگشتی یا بازینگر فعالیت می کردند. آنها در بزمهای دهاتی بلجوان و کلوب شرکت ورزیده شان و شهرت جشنها را می افزودند. شنونده ارجمند، همین طور می توان نتیجه گرفت که نوروز جشنواره طبیعی و اخلاقی زیبا پرستی نوابسته از حکومت اقوام بیگانه از میان نرفت که در استوار ماندنش نقش و سهم مردمی کلاب خیلی زیاد است. انجام گفتار 33. شما خوانش بدیعی را تحت عنوان داستان ناسکل در پیشنهاد مؤلف جانبک اسراران و کارگردان زبیدالله جان محمدов شنیدید.